در این کوچه تمام خانه‌ها از زنان بدکار تشکیل شده بود. کوچه قجرها در شهر داخل خیابان ری کوچه و محله‌ای بود به نام کوچه قجرها. در این کوچه تمام خانه‌ها از زنان بدکار تشکیل شده بود که از سایر نقاط شهر می‌رفتند، مخصوصاً شب‌ها که هر شب یکی دو قتل در آن محله و کوچه واقع می‌شد. در اینجا قاجاریه موقع مناسبی برای برچیدن ساکنین کوچه قجرها به نظرشان رسید، چون قبل از این حتی زمان مظفرالدین شاه قاجاریه اقدامات جدی نمودند و در نتیجه عده‌ای زنان بدکار را بردند در نزدیکی قلعه قلعه مرغی مزرعه و تپه‌ای بود به نام تپه سیف که در آنجا مسکن دادند. ولی باز هم چیزی نگذشت که مجدداً کوچه مذکور دایر گردید و دیگر قاجاریه نتوانستند دنباله اقدام خود را بگیرند، چون مصادف با آغاز انقلاب مشروطیت گردید. در این موقع که وضعیت شهر نو کاملا آباد گردید، شاهزادگان موقع را مناسب دیدند که حرکت دادن ساکنین کوچه قاجار را به اطراف شهر نو دنبال نمایند. لذا با محمد علی شاه قصه را به میان نهادند که چون نظامی ها ممکن است اسباب مزاحمت زنهای شهر نو را فراهم نمایند، چنانکه یکی دو فقره پیش آمد نموده است، صلاح در این است که ساکنین کوچه قاجاریه را که بدکارند همه را به شهر نو در یک نقطه انتقال دهند که هم ساکنین محله قجرها راحت شده باشند و همین که ساکنین شهر نو از تجاوزات نظامیان و سربازان آسوده خاطر شود. این اظهار در نظر محمد علی شاه بسیار پسندیده آمد، لذا حکم کرد در یک روز به وسیله نقلیه قشونی تمام ساکنان بدکار کوچه را حرکت دادند و آن روز هم تماشایی بود که مردم از هر محله‌ای جمع شده بودند و تماشا می‌کردند. در شهر نو باغ و کاروانسرای بزرگی بود به نام حاج عبدالمحمود بانکی. تمام را در کاروانسرا مانند گوسفند ریختند که بعداً کم کم خانه‌هایی ساخته و تشکیل محله‌ای گردید که بعدها به نام شهر نو نامیده شد که هنوز هم باقی و برقرار و دایر است و همه سال اهالی و ساکنین شهر نو شکایت‌های زیادی می‌کردند، حتی در زمان پهلوی. ولی پهلوی جوابی که داد این بود که مردم برای مستراح کجا بروند؟ اخیراً بر حسب تقاضای مردم در اطراف خانه‌ها دیواری کشیده شد و یک در با نگهبان قرار دادند. ولی این هم عملی نشد. برای اینکه خانه‌ها زیاد و آنهایی که از حیث محوطه دیوار آزاد بودند، بازارشان از حیث فروش متاع رواج پیدا کرده بود. در هر حال تاکنون که نویسنده مشغول نوشتن این تاریخ می باشم، اوضاع به همان حال باقی است که تمام جنایات در آن محل می شود، کلیه دزدی ها سررشته‌اش چه در اول و چه در آخر کار از آن محل بیرون می آید. اعزام قدسی، کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ 100 ساله.